تقریبا 8 سال پیش بود که بیماری اپل بازم خودشو نشون داد. همه میدونستن مصریه، ولی خب. سلام همه رفقای کاپی گجتی عزیز، خیلی مخلصیم. من کاوه پیرزمان هستم و اینجا کاپی گجت. امروز راجع به یه مسئله خاص و مهم میخوایم با هم صحبت کنیم. بیماری اپل. سال 2016 بود که اپل با معرفی آیفون 7 یکی از قابلیت‌های کاربردی اون زمان رو از گوشیاشون حذف کرد. بیماری اپل چیه؟ به وجود آوردن مشکل. اپل از آیفون های 7 یعنی سری آیفون های 7 هم 7 هم 7 پلاس و خب البته مشخصا آیفون های بعدی جک 3.5 میلیمتری آیفون رو حذف کرد. خب چرا؟ علتهای مختلفی راجبش بیان میکردن. خودشون اون زمان میگفتن که هدفشون بزرگتر کردن ظرفیت باتریه، ولی خب همونطور که میدونیم کلی از برندهای دیگه، کلی از شرکت‌های دیگه راه‌های بسیار زیادی برای این مسئله داشتن، مثل بزرگتر کردن باتری با ضخامت گوشی که البته اونقدر هم تاثیر نداشت، ولی خب اپل روی این مسئله ظاهراً حساس بود. یا مثلا استفاده کردن از 2 باتری که اونم به مرور زمان به اپل هم منتقل شد. تکنولوژی‌های دیگه‌ای بودن مثل کم کردن میزان مصرف باتری با استفاده کردن از پایین آوردن ظرفیت CPU تو زمانی که گوشی کار نمی‌کنه یا امثال اینا، ولی اپل قصد استفاده کردن از اینا رو نداشت. نه، اون جک 3.5 میلیمتری آیفون حذف کرد و خب راه حلش هم خیلی جالب بود. در ابتدا روی گوشی‌های اپل یه دونه تبدیل جک 3.5 میلیمتری به لایتنینگ میذاشت، یه هندزفری میذاشت، خدا بیامرزه، شارژر و اینا هم که مشخصا داشتن. به مرور هندزفری حذف شد و همچنان به مرور تبدیل هم حذف شد. چرا؟ صرف نظر از اینکه اصلا چقدر ظرفیت باتریشون بالا رفت، چقدر شارژدهی بهتری داشتن به مرور زمان که البته چشمگیر بود، اگه اپل دلش میخواست که اون قابلیت رو داشته باشه و کار بهتری انجام بده، باتری رو قوی تر کنه، راهکارش رو پیدا میکرد، 100% راهکارش رو پیدا میکرد. ولی خب اپل سیاست‌های خاص خودش رو داره، مشخصاً چند تا دلیل عمده داره این مسئله. یکی از مهمتریناش اینه که اون جک 3.5 میلیمتری هزینه داره، قیمت داره. خب اگر اینو ضرب در میلیون ها کالا بکنیم که ازشون قرار حذف بشه، قطعی مشخص میشه که علتش چی بوده. اما توی در بخشای دیگه، در اون اقلامی که همراه جعبه عرضه میکرد که حالا مسائل محیط زیستی و اینا رو مطرح میکردن که خب خیلی صادقانه به نظر نمیرسه، اونا به مرور زمان حذف شدن و این حذف شدنشون میتونست تو هزینه‌های اپل کاهش چشمگیری ایجاد بکنه که خب اتفاق هم افتاد. در حال حاضر شما با تهیه کردن یک گوشی موبایل از برند اپل میتونید یه گوشی موبایل داشته باشید، اگه خوش شانس باشید یه کابل شارژ، ولی خب دیگه هیچی. حالا خیلی مسائل هستن مثل اینکه استفاده کردن از بلوتوث هستش و خیلی آیتم های بلوتوثی الان تو جهان زیاد شدن و کلا مردم رو به بی سیم آوردن، ولی خب کاربردهای کالاهای با سیم نمیشه واقعا ازش چشم پوشی کرد. خیلی نکته مهمیه، ولی خب حالا اپل از این اخلاقا داره دیگه. اول کار سامسونگ این مسئله رو بسیار مسخره میکرد، حتی ویدیوهایی تولید میکرد که داخلش میومد و اپل رو مسخره میکرد و از این نکته ها سوء استفاده میکرد. ولی خب همونطور که گفتم بیماری اپل مصریه و به برند سامسونگ هم انتقال پیدا کرد. ویدیوهاشون البته بعدها حذف کردن از کانال یوتیوبشون جای مختلف و به مرور به برندهای دیگه هم سرایت کرد مثل هواوی، کجدار، مریض، شیائومی و خب خیلی زود امیدوارم که همه برندها مثل اپل از یه گوشی موبایل داخل جعبهشون بلاغیر استفاده کنن. چند تا راه برای این مشکل وجود داره. یکیش استفاده کردن از تبدیل‌های جک 3.5 میلیمتریه که نیاز حتما اورجینال باشن. تشخیص دادنشون کار فوق‌العاده سختیه، حتما باید از جایی تهیه کنید که بهش اطمینان دارید. برای منم همین جوریه، واقعا نمیشه تشخیصشون داد. راه حل دوم استفاده کردن از هندزفری‌های با سیم پورت لایتنینگ که البته برندهای مختلف تولید میکنن، تحت نظارت اپل هم هستن، اما مدل هایی که داخل سوکتشون، داخل اون بخش بردشون از بلوتوث استفاده میکنن، 100% به گوشی شما صدمه خواهند زد، اتصالی ایجاد میکنن، مشکلات فوق‌العاده ویژه ایجاد میکنن. به هیچ شما نباید سمت اینا برید. اکثرا هم قیمت پایینی دارن که اصلا اهمیتی نداره، کالای بسیار بی‌کیفیتیه. راه حل دوم
استفاده کردن از هندزفری هایی که حالا تحت نظر خود اپل هستن یا اورجینال خود اپل هستن که عمدتاً قیمت بسیار بالایی دارن، ولی خب خیالتون از بابت کیفیت و کمیت راحته. البته جایگزین های مناسبی هم هستن که تو قسمت های بعدی یکی از بهترینش رو بهتون معرفی میکنم. ولی در نظر داشته باشید برای تشخیص دادن هندزفری یا جک 3.5 میلیمتری اصلی اپل، چه اورجینال خود اپل استور چه مدل هایی که اون در واقع آیسی مد نظر داشته باشن، کار خیلی سختیه. متاسفانه تنها راهش اطمینان کردن به کسی که دارید ازش میخرید. انشالله که این ویدیو هم به درتون خورده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. من کاوه پیرزمان هستم و اینجا کاپی گجت. خیلی مخلصیم.